سلام. اینجا داله، جایی که آروم حرف میزنیم. تو این اپیزود درد دل میخوایم از شروع دوباره حرف بزنیم. نه از شروعهایی که با انگیزه زیاد میاد، نه از اون شروعهایی که همه چیزشون برنامه ریزی شده است. از اون شروعهایی میخوایم بگیم که آرومن، مرددن و بیشتر از اینکه شبیه دویدن باشن، شبیه نشستنن. شروع دوباره معمولاً بعد از خستگی میاد، بعد از یه دوره طولانی که آدم فقط دووم آورده، نه جلو رفته نه عقب، فقط مونده. خیلی وقتا شروع دوباره اونجوری که فکر میکنیم هیجان انگیز نیست، حتی گاهی غمگینه، چون یادآوری میکنه که یه جایی، یه چیزی ناتموم مونده. آدم ها وقتی به ناتمام ها فکر میکنن معمولاً سرزنش میکنن، خودشون رو، شرایطشون رو، زمانشون رو. ولی خیلی وقتا ناتموم موندن نشونه ضعف نیست، نشونه اینه که اون موقع تمام توانت همینقدر بوده. ما خیلی وقتا با معیارهای امروز به دیروزمون قضاوت میکنیم و این منصفانه نیست. شروع دوباره گاهی یعنی بخشی از گذشته رو ببخشی، نه فراموش کنی، ببخشی. آدم از شروع دوباره نمیترسه، از این میترسه که نکنه دوباره وسط راه دلش خالی بشه، نکنه دوباره با امید شروع کنه و آخرش با سکوت تموم بشه. برای همینه که خیلی وقتا شروع رو عقب میندازیم، نه به خاطر تنبلی، به خاطر محافظت از دل، از اون جایی که زیاد زخم خورده و دیگه طاقت وعده های بزرگ رو نداره. ما یاد گرفتیم برای شروع باید محکم باشیم، پرقدرت، مطمئن، ولی کمتر. کسی گفته شروع دوباره گاهی با لرزش میاد، با تردید، با دستایی که کاملا آماده نیستند و شاید همین لرزش دلیل زنده بودنشه. شروعی که نلرزه معمولاً از دل نیومده. شروع دوباره اغلب با یه جمله خیلی کوچیک شروع میشه: باشه، فقط یه بار دیگه. نه با اطمینان، نه با قطعیت، با تردید. و شاید همین تردید واقعی ترین شکل شجاعته. به نظرم شروع دوباره بیشتر از شجاعت صداقت میخواد. اینکه بشینی روبروی خودتو بدون قهرمان بازی بگی من خستم، من مطمئن نیستم، من حتی نمیدونم آخرش میخواد چی بشه، ولی دلم میخواد یه قدم بردارم. همین یه قدم گاهی از 100 تا برنامه ریزی مهمتره. ما خیلی وقتا منتظر حال خوب میمونیم برای شروع، ولی واقعیت اینه که حال خوب اغلب بعد از شروع میاد، نه قبلش. شروع دوباره قرار حالت رو عوض کنه، نه اینکه منتظر بمونه تا حالت عوض بشه. خیلی از شروعها بی سر و صدان، هیچ کس نمیفهمه، هیچ کس دست نمیزنه، هیچ کس تشویق نمیکنه و شاید قشنگیش هم همینه. شروع دوباره قرار نیست دیده بشه، قرار نیست تحسین بگیره، یه قرار شخصیه بین تو و دلت. بعضی شروعها اونقدر شخصی هن که حتی اگه توضیحشون بدی کسی کامل نمیفهمه و اشکالی نداره. همه شروعها قرار نیست قابل توضیح باشن. یه وقتایی شروع دوباره یعنی برگشتن به چیزی که یه زمانی خیلی دوستش داشتی، نه برای پول، نه برای شهرت، نه برای نتیجه،
فقط چون یه جوری حال دلت باهاش خوب بوده. ولی زندگی همیشه اجازه نمیده همه چیز سر جای خودش باشه. شلوغ میشه، اولویت ها عوض میشن، آدما خسته میشن و بعضی چیزا بی هیچ دعوایی از زندگیمون میرن کنار. اما اگه چیزی واقعا مال دل باشه کامل نمیره، یه گوشه میمونه، ساکت ولی زنده. و یه شب آروم دوباره صدات میکنه، نه برای اینکه موفق بشی، نه برای اینکه ثابت کنی، فقط برای اینکه یادآوری کنه هنوز بخشی از تو زنده است. شروع دوباره بیشتر از اینکه شروع یه راه جدید باشه آشتیه. آشتی با خودت، با اون بخش از وجودت که مدتها بی صدا مونده بوده، با اون صدایی که هیچ وقت نمرده، فقط کم شنیده شده. شاید شروع دوباره تو الان خیلی کوچیک باشه، اونقدر کوچیک که حتی خودت هم جدیش نگیری. ولی یادت باشه هیچ شروع بزرگی از اول بزرگ نبوده. همه چیز از یه باشه شروع شده. باشه امتحان میکنم، باشه دوباره میشینم، باشه دوباره مینویسم، باشه دوباره صدام رو میشنوم. شاید این بار شروع دوباره آخرین بار نباشه. شاید دوباره هم زمین بخوری، ولی فرقش اینه که دیگه میدونی بلند شدن امکان پذیره. شروع دوباره قول موفقیت نمیده، قول راحتی هم نمیده، فقط یه فرصت کوچیک میده. فرصت اینکه با خودت مهربونتر باشی، کم ادعاتر جلو بری و بدونی لازم نیست همه چیز همون اول درست باشه. اگر امشب داری این درد و دل رو میشنوی و تو دلت یه چیزی خیلی آروم تکون خورده، بدون تنها نیستی. خیلی هامون در حال شروع دوباره ایم، بی اعلام رسمی، بی هیاهو، فقط با دل. و اگه قرار باشه از این شب یه جمله یادت بمونه، شاید این باشه: شروع دوباره یعنی هنوز یه جایی از دلت امید رو زمین نذاشته. این درد دل امشب.